در یکی از خشک‌ترین نقاط شمال چین، در دل بیابون کوبوچی، جایی که روزی فقط شن، گرما و باد بود، اتفاقی در حال رخ دادن است که توجه دنیا رو به خودش جلب کرده. احیای یک بیابان بزرگ فقط با کمک درختان بید، پنل‌های خورشیدی و چیزی که هیچ کس انتظارش رو نداشت، خرگوش‌ها. سالها کوبوچی یه خطر جدی برای شمال چین بود. طوفان‌های شن خونه‌ها را می‌پوشاندند، زمین‌های کشاورزی را نابود می‌کردند و بعضی از روستاها خالی از سکنه شده بودند. اما همه چیز از زمانی تغییر کرد که چین تصمیم گرفت با یک روش جدید و متفاوت جلوی گسترش بیابان رو بگیره. اولین قدم کاشت میلیون‌ها درخت بید بود. درختی که ریشه های عمیق داره و میتونه در خاک خشک هم زنده بمونه. این درخت‌ها اولین خط دفاع در برابر شن‌های روان بودن. اما یه مشکل بزرگ وجود داشت. شن‌ها با کوچکترین بادی حرکت میکردن و هر نهالی که کاشته میشد دوباره میپوشوندن. باید کاری میشد کرد که این زمین‌ها تثبیت بشن. در نگاه اول عجیب به نظر می اومد. اما خرگوش‌ها نقش بسیار مهمی تو این پروژه دارن. وقتی خرگوش‌ها در مناطق کاشته شده رها میشن، مدام روی خاک حرکت میکنن و همین رفت و آمد باعث فشرده شدن سطح زمین و تثبیت شن‌ها میشه. از طرف دیگه فضولات خرگوش‌ها سرشار از مواد مغذیه و به خاک کمک میکنه دوباره زنده بشه. جایی که قبلا هیچ گیاهی رشد نمی‌کرد، کم کم سبز میشه. همین کار ساده به رشد بهتر بیت‌ها و گیاهان جدید کمک کرد و در مدت کوتاهی تغییرات قابل توجهی دیده میشد. اما بخش مهم دیگر این پروژه استفاده از پنل‌های خورشیدیه. چین در بخش‌های وسیعی از کوبوچی مزارع بزرگ خورشیدی ساخت. پنل‌ها علاوه بر تولید انرژی، سایه ایجاد می‌کنند. این سایه دمای شن رو پایین میاره. تبخیر آب کمتر میشه و گیاهان فرصت بیشتری برای رشد پیدا میکنه. باد هم وقتی به این مزارع برخورد میکنه، قدرتش دیگه کمتر شده و نمیتونه شنها رو دوباره جابجا کنه. به این ترتیب انرژی خورشیدی به یک ابزار مهم برای مبارزه با بیابانزایی تبدیل شد. حالا نتیجهش چی بود؟ در طول 2 دهه بیش از 2/3 بیابان کوبوچی احیا شده. در مناطقی که روزی فقط شن بود، امروز علفزار، درخت و حتی تالاب‌های کوچک دیده میشه. روستاهایی که خالی شده بودن دوباره جون گرفتن. کشاورزی و دامداری برگشته و اقتصاد محلی دوباره نفس میکشه. این احیا یکی از موفق‌ترین پروژه‌های مقابله با بیابانزایی در جهان شناخته میشه. داستان کوبوچی یه پیام ساده داره. برای نجات طبیعت همیشه نیاز به تکنولوژی پیچیده نیست. گاهی ترکیب چند ایده ساده، یک درخت مقاوم، چند خرگوش کوچک و انرژی پاک خورشید میتونه یه بیابون رو دوباره زنده کنه. اگر از این داستان‌ها و ویدیوها لذت میبرین، لطفاً ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید. این فقط شروع ماجراست.